همه موجودات وجودشون توی دنیا لازمه. حتی این حشره مزاحم؟ آره، حتی این حشره کوچولو هم باید باشه تا همه چی روی روال درستش توی طبیعت پیش بره. اینا که فقط بلدن ما رو اذیت کنن. برو دیگه. بچه‌ها بریم ببینیم چی شده. انگار تو استان سیستان و بلوچستان مشکلی پیش اومده. من که آماده مأموریتم دیگه، استانم داشت سر میرم. پس بریم برای عملیات نجات. گروه نجات بلبان. آماده نجات طبیعت. آماده نجات حیوانات. برای حفظ زندگی. بچه‌ها دقت کنیم ببینین چیز غیر عادی میبینین؟ یعنی چه مشکلی پیش اومده؟ دینا اونجا رو نگاه کن، یه خرس و دونش اونجا بازدادن. این خرس سیاه آسیاییه که اینجا توی سیستان و بلوچستان زندگی میکنه. تعدادشون خیلی کمه و به شدت در خطر انقراض هستن. یه تعداد کمشون هم تو کشورهای دیگه آسیایی زندگی انگار یه چیزی روی سینه‌شه. این لکه روشن هلالی روی بدن نشونی خرس سیاه آسیاییه. این خرس‌ها جثه‌شون از خرس قهوه‌ای کوچیک‌تره. چی بامزن. این
چیزایی که روی زمینه چیه؟ شاید یه جور دام و تله باشه. دام واسه چی؟ برای گرفتن بعضی از حیوانای اینجا. بچه اونجا رو نگاه، انگار یه توله خرس هم اونجاست. آخه این حتما توله همون خرسیه که اونجا دیدی. آره ممکنه. واسه چی این حیوانای زبون بسته رو میگیرن آخه؟ ببینین کوچولی چقدر خوشگله. نمیدونم، باید از تندر بپرسیم، ولی اول باید این توله خرس رو از دام نجات بدیم. تندر، شروع عملیات نجات توله خرس از دام. حالا ببینیم دلیل دامگذاری برای این حیوانات چیه و تندر چی بهمون میگه. تندر، دلیل به دام انداختن حیوانات وحشی در منطقه سیستان و بلوچستان. شروع تحلیل مشکل دامگذاری و شکار حیوانات بومی در سیستان و بلوچستان. اطلاعات آماده ارائه است. اعتقادهای غلط بعضی از مردم درباره درمان بیماری با خوردن اعضای داخلی بدن حیوانات مثل جگر خرس، استفاده از بدن و سر بعضی از حیوانات به عنوان دکور و تزیین در خانه، کشتن بعضی از حیوانات و نگهداری قسمتی از اندام آنها پیش خود برای داشتن شانس در زندگی. این باورهای غلط و خرافات هیچ کمکی به کسی نمیکنه. آره، ما باید این باورهای غلط رو از بین ببریم. درسته، ما باید به مردم محلی بگیم که وجود این خرسا چقدر مهمه. مثلا این خرسا به چه دردی میخورن؟ اونا با خوردن گیاهداز باعث پراکندگی دانه ها از طریق مدفوعشون میشن. مردم محلی هم از گیاهداز برای تولید صنایع دستی مثل حصیر، جارو، سبد، طناب و کفش استفاده میکنن. خب تندر، حالا نوبت توه. شروع تصحیح رفتار و از بین بردن اعتقادهای غلط بین مردم. گروه بالابان تکثیر شو. باور نکردن اعتقادهای غلط در مورد علاج بیماری توسط اعضای داخلی بدن حیوانات. استفاده نکردن از حیوانات تاکسیدرمی شده به عنوان دکوراسیون در خانه. باور نکردن خرافات در مورد به دست آوردن شانس به وسیله نگهداری اعضای بدن حیوانات در پیش خود. بعضی از باورها و فکرهای غلط باعث آسیب رسیدن به حیوانات و محیط زیست میشن. اگه محیط زیست آسیب ببینه، زندگی ما و همه موجودات به خطر میفته. پس بچه‌ها، هر عقیده غلطی رو قبول نکنید. بچه‌ها نگاه کنین، توله خرس مادرشو پیدا کرد. آخ جون خدا رو شکر. خوشحالم.